بابا کسینی از اینو پرسه که تو برن همینجا من بیاودی 6 ماه میشه یک هفته پولا من میده به یک هفته دیگه نمیده، یک هفته پولا من میده یک هفته دیگه نمیده. اما اون فکر نمیکنه که ما آدم یه خمکمی غریب و در آمدنی. کلاورداری یک روز او به کشور میره، یک روز به کشور میره، دوم به تیاره میره، بعد که می دیگه گشنه خور بخورم سینه بگم. چه کاره؟ همین سرسرا داری؟ همین چیزو میگم زن همسایه خب به یک آرایشی میره به کشور اروپایی. میفهمی چیکار کردم؟ یک کار اساسی بکردم. این دفعه دیگه بار بنده را خرسته کردم. میفهمی؟ هر کس که به دفتر میاد میگی بازار منیم. ای کسی میاد پرسان میکنه که ما چون بزرگ کار داریم ما پول داریم میگم میام برفتم اونجا. اما هر ساعتی که میام بگی میام. چشم. بفهمیدی؟ ما بخیر گوشی برم به لس آنجلس. به لس آنجلس ها؟ خب ما چه کار میشه؟ دفتر چه کار میشه؟ تو هستی همینجا با تو پول رای میکنم از دلجمع باش. خب پول رای میکنم غم تو میخوام. دلجمع و نادلجمع باش این خلیفه. فقط همی هر کس که میاد میگی بادار منیم. فهمیدی؟ دلجمع باش. مبروک. برو که پاسپورت کردی؟ پاسپورتام آماده کرده میرم که قراره که چیکار کنم؟ اما تکت خود بگیرم که بخیر پرواز کنم. آها. اگه میشه تیاره نبود بالا خر برین چی فرق میکنه؟ تیاره است جیش نزن تو فقط مواظب به می دفتر خوب باشی از پول بیخی دلجمع نزن دلجمع باش دل نزن. فهمیدی؟ هر ساعت که بخیر خوشی من اونجا سر شدم پولکاتو نقد رای میکنم همین 5-6 ماهی که از تو قرض دارم همه رای میکنم. این دفعه دیگه بارو بندر خوب اساس بسته کردم. فهمیدی؟ دلجمع باشم من رفتم بگم تشویش نکنی توش نزنی. خب توش نزن دیگه میام دیگه چون دیگه شما خاطرش یاد کنم. نه یاد نمیکنی برو یاد که باز معلم تو تمام آره کارا آسان شده دیگه. تصویری به تو زنگ میزنم. چیزی؟ تصویری تصویری خوب من ندارم گوشی با تو رای کنم میکنم گوشی فقط تو اینا تیر کن دیگه. اما هر کدوم کنی اینا تیر کن که نفهمه که به کجای دیگه. خلیفه جان خدای نکرده اگه احیانا اصولا اتفاقا این گپا کو هست دیگه به مملکت ما شما. خب اگر میشه مثلا شما نمادیم مادر شما رو بستونم. بشرم او بجا مادرتونه کل خراب مادر شما رو بستونم. اول خدا ما دل ما با تو جمعه خونه زندگی دفتر مادر میدان ها با تو که تو اینا روش کنی. چشم. بفهمیدی؟ هر کس به دفتر میره مادر منیم. نه صحیحه؟ من رفتم گوش خور بگیری بالا خونه زندگی. خوبه. خدا حافظ. خوش آمده. آخه کسی نیه که از می بپرسه که تو به می قیافه و کرکتر تو به می اسمی نده کی رو آمیده که تو میری به خوشحاجره وای 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 کی به؟ از تک از مازی بدی دفتر بفرمای بایی بیای بفرمای بله همین رئیس تو کجا شده؟ چرا خیریت باشه؟ از این که بیشتر چی خیریت باشه؟ پولا مر برده پولا مر بردشته کجاست؟ پولا شما چندی بده پولا شما؟ البته تو خبر نداری؟ نه اگر زنم بند اگر لنگ من خبر باشه چند؟ اینجا چه کاری شاگردی؟ بله من میرزا به دفترم جلوکش میرزای من هم چیزم. و تو اگه میرزای کمکار خبر بشی که چندی از میستونده خبر نداری؟ نه چند استونم شما؟ از من سلگ روپیه سلگ؟ بله سلگ افغانی برارم ای آدم کلاورداریه ای آدم چرا شما پولا خود بدادیم آخه؟
تمام این شهر کلا کده 6 ماه به شماش من نداده شما چی بدن مریو؟ ما برای پسته داده بودم با بیلا پسته؟ بالیو وقتی تا حال 2 ماه تیر شده امروز به سبا میکنه سبا رو پس سبا وای 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 تمام این شهر کلا وردش که کی بر؟ شما من جگاه بسته که ماما کی بر؟ هوا منو بیا سلام علیکم نه چی بشناسم مرتکه سلام علیکم و علیکم کجا همین بازار شما چی می براره من؟ مر پیار مره کده که اون پولا کام اختیار کنه اون پول کار داره پول چی بیده؟ 5 کیلو زعفران 5 لک روپیه آنه زحمت نمیشم پولا کام اختیار کن خاطر ما پول کار داری میرزا اینی دیگه چرا کلک میزنی؟ او خبر افتاده که ما تو رو میشناسیم اینجا کجا بادا اینا بادار برای خور بکردم فرار کرده نه. بالیو همین دفتر رو هم تو هم یادمه پیار عزیز زعفران داده شما پسته دادین یکی چون کرد داده یکی چون بزرگ چی داده یکی سرا داده یکی زمین داده یکی دیکون همین آدم به فوکس میخود که شما من زمین دادین میگم قربانتشون تو ایرمیش نختی که تو 5 ماه 4 ماه ماش قربانی ویله کردی چرا به من میگی؟ کی نه؟ کی نه؟ منم جبه منو مادر خور بده به من چی گفتی؟ چی من بیای؟ جواب بدار چی شدی بادار تو؟ بله بادار تو چی شد؟ چرا برای من زغال مغال میکنی شما خب بیای مثل همین مسکینا گپ زنیم الده مجبور به قال نقال کنم آخه این مسئله یک نکه این مسئله 2 لکه چرا قال مقال میکنه؟ چی برده من با شما چی برده؟ هیچ دکونی از اون گیره کردم به 10 روپیه حالا که میرم به 10 جا دیگه اون به گیره داده اون به کرا داده این تعمیر برمیه یا الله بگو پول آور بده کجا شد؟ وای 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 بستیم اینجا بستیم شما ملالا چی شد؟ چی شد؟ میایه با کجا با کدو قبرستون بر از این ما مملکت هم پول مهم لالا چه کار کن؟ از این مملکت برفو بیشتر با کجا رفت؟ ما با شما میگم شما آدم کلاوردار شما میگیم نه این پیار از این زعفران داده شما پسته دادین این شما چی دادین؟ دکون گیره کردم آخه به 10 روپیه لیلا دست آخر بالا 10 روپیه من به ماده پناه رفت بالا کنیم دست آخر هر چی که من میگم شما بگیم الهی آمین یعنی چی؟ بالا کنیم دست آخر به یک آمینی میشه آخه این دهلک چی کار میشه؟ بابا برک ما یک قبرستونی باشه پیدا شه دست آخر بالا کنیم دعا کنی که خداوند آدم چارکولار به زیر یک تیاره کنه الهی آمین دعا کنی خداوند آدم منافق از این مملکت براندازه الهی آمین دعا کنی خدا بادار من در به در کنه الهی آمین که من سهر کنه الهی آمین دعا کنی که نون بده و آب بده و بادار من خود شما برادیو الهی آمین چی گفت گیلا آنه دعا کنی خدا بادار من پولدار کنه اینا کی نمیگه چی خبره چی یعنی گفت تک پولا بیا زیر در اومده بید خدا اینا به چی خاطر بیاد میگم لالا برات گرد نگرد ما برات پولا خو آمدیم پول چی بود لالا پول از اینکه پستا آمد استندی از این مرتکه که دیکونه گیره و که از اون بیا تا اینجا. کورکایل بردی پیش تو کلا گپ نزنه چی گفت اینا اینجا چی کار میکنه اینا چی خاطر آمد برستاشون خلیفه اینا به چی خاطر آمد بله. اینا به چی خاطر این آمد بیامده میگه پیار من زعفرون داده 5 کیلو این میامده میگه من چون من پسته دادم این بیامده میگه درک میکنه من به تو چی گفتم بیا زیر در اومد چی گفت خبره ها همه چی گفت خبره دیکو نمیشه از یک ساعت. شما نمیشه حساب تو چنده بود 5 لک 5 کیلو زعفران خب چی برد پیش دفتر ای ساقه چی نبردم من اشته نبرده مادر از این بیامده یک روز که گفتن 2.5 خروار پر مگس بده که عروسی برار نلیچه و بالش تو شک تیار میکنه خب پس حالا دیگه چیکار میکنه رخصت کنه رخصت کن بده خب حساب شما چند یالا اسمه ساعت میگه حساب من چه کار میشه؟ حساب من چه کار میشه؟ تا همه حساباش هم به دستشون میدم مثل که 2 دقیقه میجیگم به طور نمیگذارم خب چی میبردی از دفتر؟ از دفتر شما چی دارین که ما ببرم گوش کشی خلیفه برار از این بیامده 10 تا میش خیلمون برد که برار ما گفتد بیکاره اونا رو بچرونه الان این میشا حساب نمیشه چه حساب نمیشه میگم حساب با بران با چی کنه بده
رد کن. پیش بری تا نمیری. برو رد نمون نزن برو. این هر روزی باشه به خاطر پولا خو تو بیا برو اینجا برو گپ نزن. اینا که پولا خو برسید اما چه کار کنه من حاله؟ خب حساب ما چه کار میشه؟ حساب از اینا ندادی برین. ما به تو نگفتم که حساب کتاب از اینا رو بکنی. چره؟ چند بردم دفتر؟ این به حساب اینا بیامدم دو بوجی گوشت لند بردم 55 منم مرگمش بردم. خب پس دیگه نگاه اینجا چی من؟ اشتباه 55 من مرگمش شمال 8 لک و 90,000 پی قیمتی نه. خلاص درست میگه. تیر کو بره. تیر کو. کجا برو آخه؟ رد کن. شیر مادر تو چشمانت در بگنو. من تا تو ریاضه و دیشته باشم من در نمیمونم. هیچی در نمیمونم. فوراً از من پرسان نمیکنی که چرا پس نرسی؟ خلیفه پس آمده. میفهمی موضوع چه باشم؟ و من گفته بود به 5 صبح حرکته. خب من 5 نمازدگر رفته بودم. به همین حساب دیگه رفت و برو پرواز شما 5 صبح برو. تا مرد داشته باشیم غم نداره. خدایی هم طور داشته باشم. یعنی واقعیت خوب رد کردینا. میگم انحال یک کار کجا؟ چیکار کنم؟ اینا گهنه میدونی بی آمدن. انحال من یک طریق قایم کن که میشه دمش چای خیاشم بیام به خونه ببینم بر اگه پیدا کنم سیلت میکنم. بلکه میشه. میفهمی؟ من فقط قایم میکنم. چشم. تا هم صبح تا 5 بجه صبح بشه. چشم. وعده من جای قایم میکنه که عقل جن نکشه. آفرین. اشته قایم میکنم. شما چی کار داری خلیفه دیگه؟ خب نه و نور کنی کمی آسوتر. بابا که کی بیای نبینه دیگه. خب چه کار میکنی؟ محکم شین دیگه نه؟ خب بسته کن. خلیفه چه کار میکنی تو؟ همینجا باشیم دیگه. خوبه. چه کار میکنی؟ بابا که من میگم سعی کنم که اگه میشه چیز کنم میشناسم یا نه. خوب احمد جان. نه نور کردی من خدا تو رو چیکار نکنه. خورده پف نزنه خلیفه خوب. نه یه بار نجا باش. انا ما خوب بعد شما میکنم. میگم بچه. هوا برداشته باشی. میفهمی؟ من از حقم هرچی گنجینه و پول و طلای به تامینه چون گهنه بالا سره و نفر خود خیلی کده نوکر خود وارد که برای همین نبود که ما رو حرکت زدم. بگیر بادار و خزنبر این حرکت کنه دیگه که میشه بومونه تیاره پیش شما بره. بادار خیلی نامردی بیدی بادار. همون تا میری برای عقبی به خوبا در پس نیایی. تو سعی که خداحافظی نکرده پیش ما بجسته برفته. گردانم اول هر کس به سرا بیایه بگو خلیفی من کلاشو بروردشته برفته با گوشا جلس. تو سعی که به مملی از مراد نکردی معاش مرم بخوردی 6 ماه. انال از این دفتر هرچی به چنگ من نیایی میبرم ولی که میفروشم که تا سرکلی تو پیدا شو معاش من نخشه. انتیکا تو سعی کن میبرم یا نه؟
نال میبرم اینا رو با بالا معاش کو میفروشم اون یک کم اینجا گایه اینا کار میفروشم اینا هر کدوم مال 10,000 روپیه قیمت اینه که دیگه بفهمی که گپ چیه. پولامو که با خاک نقش شد.